این دستگاه محاسباتی اینا رو خدا میریزه به هم، خودشون به دست خودشون رو بدبخت میکنن. فقط شما بنده بمونید، نترسید، من خدای خودم رو بلدم. این دستگاه محاسباتی اینا رو خدا میریزه به هم، خودشون به دست خودشون رو بدبخت میکنن. فقط شما بنده بمونید، نترسید، من خدای خودم رو بلدم. با تمام حرف همین، تو بندگی تو بکن، من خداییمو بلدم. یه بلای سر اینا میارم، خودشون به دست خودشون نابود. یه تحلیلی میندازم تو مغز اینا. من فکر کنم صدام فکر کن جنگ تموم شده، بابا تو 8 سال با ما جنگیدی. یه شبه نامه زد به ایران وقتی درگیر جنگ با آمریکا شد که من 150 تا هواپیما بیارم تو ایران که آمریکا نزنشون. صدام حمله کرد به کویت، آقا به یک شب ما صاحب 150 تا جنگنده شد. به یک شب. تو چی کار داری؟ تو بندگی تو بکن، من خداییمو بلدم. یؤمنون بالغیب یعنی اساسا همین. ببین خداوند اصرار دارد، دقت بفرمایید، این سنت خداست. من حیث، از جایی که شما حساب نمی کنید برساند. لا یحتسب. صدام چی کار باید میکرد؟ یکی از جنایتکارترین آدمای تاریخه. خدا میگه اینم دست من، دستگاه محاسباتیش. قلبا دست من خداست، شما بندگیتون میکنه، فضولیش به شما نیومده. یا اصحاب کهف وقتی رفتن توی اون غار قرار گرفتن، اینا دیدن، میدونستن اونجاه، سگرم میدیدن جلو در غار خوابیده، هیچ کس جرئت نمیکرد بره. نزدیک که میشدن جوری ترس به دل اینا میافتاد. ببین این ترس رو ماها درک نکردیم تا الان. این ویژه مشرکین کفاره، ما درک نکردیم. چون همین الان تو ماجرای فلسطین نمیبینید دیگه ارتش تا دندان مسلح، صدای آژیر میاد، چجوری میریزن به هم. تا دندان مسلح به معنی واقعی کلمه. چه اتفاقی میفته؟ یه نکته اینجا هست عنایت داشته باشید، شیطان هم سعی میکنه تو قلوب مؤمنین رعب بندازه، اما جنسش از زمین تا آسمون فرق کنه، فیکشه دیگه. خب اینجا مؤمنین باید چیکار کنه؟ اون چیزی که ایمان داره، جز خدا از هیچی هراس نیست. اصلا هر اتفاق برای مؤمن بیفته خیر، الخیر فی ما وقع. چرا؟ چون مؤمن حسن ظن داره به خدا، مؤمن سوء تفاهم نداره با خدا. مگه مؤمن با خودش فکر میکنه که مثلا خداوند دشمنی داره؟ مگه عدو الله که نگران باشه؟ میگه من که دوست خدا. مگه میشه دوست به دوست خیانت کنه؟ مگه میشه دوست به دوست بدی بکنه؟ وقتی اینه هر چه از دوست رسد نکوست، خواه ما دلیلشو بفهمیم خواه نفهمیم. که بعضی موقع یه کاری میکنه بفهمیم که مشتری شیم، یقینمون رو زیاد کنه. دقت کنید تو زندگیاتون حتما مواردی از این دست دارید. یک جایی میخواسته کنید نمیشده، بعد فهمیدید یه سال بعد، 2 سال بعد، این عجب اون بهتر نمیشه، چه اتفاق میشه؟ عزیزان در ظهور حضرت هم این اتفاق رخ میده.